تو یکی از فیلم‌های قدیمی ترکیه دختر پسر دارن با هم حرف میزنن و پسر میگه که میدونی اینجا قشنگ یه جاییه که بیام ترتیب تو بدم. و دختره میگه که senin aklın fikrin hep orada، یعنی که عقل و فکر تو همش اونجاست. بعد پسر میخنده میگه که آره اردا. و این یه چیزیه که واقعا دخترها ازش مینالن، یعنی انقدر پسرها فکرشون و عقلشون توی اون قسمته که دخترها میگن که بابا یعنی چی؟ مگه ما فقط همون سوراخیم؟ یک سوراخ گرم هستیم. اینو که همه دخترها هستن. دخترها دوست دارن حس یونیک بودن، حس خاص بودن، حس این بکنن که بیشتر از یه سوراخن. بعضی وقتی میخوام بگن که یه پسر هیچ استانداردی نداره، با هر دختری اوکی میشه، فقط براش مثلا اون دختر بودن قضیه مهمه، میگه فقط یه سوراخ باشه و نفس بکشه، همین. هیچ نکته دیگه برای اون پسرها مهم نیست. فقط دوست دارن یک شب و مثلا یه جایی بکنن ریکشونو و خلاص. حالا دیگه این که مثلا چه دختره حتی مثلا چه بدنی هم داشته باشه، بلوند، مشکیه، نمیدونم لا اسکینیه، توپره، هیچ مثلا حالا دیگه فرای این که مثلا اون دختره چه جوری فکر میکنه و اینا هم که اصلا بمانند، ولی اون قضیه سوراخ باشه و فقط نفس بکشه برای بعضی از پسرها متاسفانه صدق میکنه. اون پسرها به هر چیزی راضی هستن و خیلی نکته منفیه. و دخترها کلا نسبت به اینجور پسرایی که احساس میکنن که فقط همه عقل و فکرشون اونجاست و تو کردنه، حس منفی میگیرن. یعنی فکر میکنن که اصلا انقدر این حس منفی رو میگیرن که میگن چندش مثلا تو اگه با یه دختر ترک بری همون دیتای اولیه ها همچین درخواستی بکنی، یعنی آبرو و شرف فرات نمیذاره. انقدر که جیغ جیغ میکنه، انقدر فوش و سرت میکشه، انواع و اقسام فوشای بی تربیت، بی اخلاق، بی شرفه، نمیدونم فلان اینا بهت میبنده، بیماره جنسی روانی و اینا بهت میبنده و آبرو برات نمیذاره. معمولا مثلا پسر ترک معمولا توی دیتای اول، قدیم حالا باز بهتر بود، الان کم کم اینجا هم اخلاق و هنجارهای اخلاقی شکسته شده، همه اونا هم فکرشون همونجاست. کلا این قضیه یک نکته منفیه که دخترها اگه این سیگنال رو ببینن، یعنی پسر وقتی میبره دیت، اگه همون دیت های اولین دختر این سیگنال رو ببینه که پسر بجز این که حالا دیدین مثلا میگن که اون دختر اون لحظه داره خونه رویاییشو میسازه، نمیدونم به این فکر کنه که آیا این کیس مناسب ازدواج هست یا نه، مناسب این که پدر و بچهش باشه هست یا نه، داره یه سری فکرای اینجوری میکنه تو دیت. ولی مثلا پسر همش داره به این فکر کنه که الان چیکار بکنم ببرمش خونه، الان چیکار کنم باش بخوابم، چه پوزیشنی مثلا بهتره. پسر مثلا فکرش اینجور جاهاست. و اگه این دختر مثلا این سیگنال رو بگیره که آره مثلا پسر مثلا به هیچ چیز دیگه ای توجه نمیکنه و همه عقل و فکرش اونجاست، یک نکته منفیه و اون پسر رو کنسل میکنه. حالا یه قضیه‌ای که هست، خب پسرا معمولا اصلا وقتی میرن دیت، مثلا به قول خودشون حالا کلی همون دیت رو میان مثلا پسرا آب و تاب میدن دیگه، فکر می‌کنن خیلی آپولو هوا کردن یه دختر رو بردن دیت. ولی خب از نظر یک پسر که نمیبینه مثلا اون دختر چه کارهایی برای دیت میکنه معمولا و خبر نداره، فکر میکنه که اون دیت بردنه خیلی کار سختیه و کلی زمان گذاشته، وقت گذاشته، مثلا وقتشو خالی کرده، اومده یک سری مثلا فکر کرده که حالا این دختره رو کجا ببره، اومده به این فکر کرده که وقتی مثلا دختره رو برد بیرون، زمان گذاشته، اصلا مخ زده که دختره باش حاضر بشه بیاد بیرون. بعد که مثلا اومده حالا بگه که این دختره رو کجا ببرم، چیا بگم، چجوری بخندونمش، چجوری مثلا سرگرمش کنم، همه این مثلا چجوری محترمانه باهاش رفتار کنم، همه این چیزا رو مثلا بهش فکر کرده و اینا. و وقتی که اون پایان خوش رو نداشته باشه، اون پسر میگه که خب وا مثلا هزینه هم میکنه، مثلا دیت میبره حالا رستورانی جایی فلان اینا، یه هزینه ای هم کرده و اگه اون پایان خوش رو نداشته باشه اینجوریه که خب بابا مثلا وات فاز، چه کاری بود، این بازگشت سرمایه برای ما نداشت. پس بریم مثلا یه چیز راحت تر و اینا، دنبال لقمه راحت تر میره برای این قضیه. ولی خب اون دختر، حالا من میگم پسرا معمولا نمیبینن که اون دختر چه کارایی میکنه. دختر ممکنه شب بره خرید لباس، مثلا لباس جدید بخره، کلی مثلا لوازم آرایش ها، هر چیزی که میماله
اونو براش هزینه شده، از کمتری از کرمایی که بگی مثلا میماله تا کرم از قبلش مثلا اسکین کیر داره، مراقبت پوست و صورت که مثلا جوان و شاداب بمونه، اینا هر روز انجام شده وقتی میخواد بیاد، تا اینکه حالا اون چیزایی که میماله همون روز که بیاد، تا از ریمل بگیره تا مثلا رژ گونه، همه اینا معمولا هم گرونه و اینا رو معمولا پسرها حساب نمیکنن جز اون هزینه هایی که دختر، یا مثلا فکر میکنن دختره مثلا بیکار حالا تو خونه باباش تو خونه خودش نشسته مثلا کاری نداشته که مثلا یه لباس پوشیده اومده، حالا مثلا 2 ساعت هم مثلا قبلش دختره مثلا داره آماده میشه، داره میماله و میپوشه و همون میکنه، مو درست میکنه. مثلا من برای خودم مثلا اینکه بخوام برم با یکی بیرون، این که برم همون موهامو درست کنم، مثلا سشوار بکش و اون رو حالت بدیم، اون رو درست کنی، اینا خودش کلی زمانه و کلی آسیبیه که به اون مو میرسه. تو هر سری که مثلا میای موتو اتو میکنی، هر سری که آرایش میکنی، اصلا کرم پود میزنی رو صورتت، اینا خودش آسیبیه که به پوست و مو ما میرسه. حالا بیای مثلا کلی زمان بذار با دوستات چک کن، اینو میخوام بپوشم اینجوریه، اینا رو پسرا معمولا نمیبینن، فکر میکنن همین که خودشون زمان گذاشتن، همین که خودشون مثلا یه جا انتخاب کردن میخوام ما رو ببرن بیرون و همین که تشریف فرما شده، همین که مثلا لطف کردن ما رو دارن میبرن بیرون و قراره مثلا یه پول شامی رو بدن، دیگه خیلی هزینه کردن. خب همونطور که اون پسر دنبال بازگشت سرمایه است، اون دخترم دنبال یک سری بازگشت سرمایه است و بازگشت سرمایه برای اون معمولا برای دختری که دنبال رابطه متعهد و طولانی مدته، حالا نمیگم ازدواج و غیره، حالا هر کسی هم یک هدفی داره از تشکیل رابطه، به هر حال دوست داره که یک رابطه خوب شکل بده، یه سری اتفاقای خوب، یه پارتنر خوب داشته باشه و دنبال همچین چیزیه. ولی وقتی که میره دیت، حالا مثلا چرا کنسل میشه معمولا؟ حالا جز اگه مثلا نیازهای مالی و نمیدونم اینجور چیزا رو بخوام ندیده بگیرم، میگم مثلا اینا مثلا مطرح نیست، یا مثلا فیزیک پسر نمیدونم ظاهری و اینا مثلا بگیم اینا اوکی بوده. در نهایت اون چیزی که شاید کنسل میکنه اینه که اون پسر این سیگنال بده که من فقط میخوام تو رو بکنم، هیچ هدف دیگه، هیچ قضیه دیگه نیست و من فقط تو رو یک حس میبینم که قرار شب مثلا یه پایان خوش برای من داشته باشه. و این دختر مثلا یه سری دلیلی که پسرای لاشی خیلی بلدن و خیلی یاد گرفتن اینه که به دختر این حس رو نمیدن، به دختر این حس رو میدن که تو یونیک ترین و خاص ترین دختری هستی که در مسیر زندگی من قرار گرفتی و منو متحول کردی و من مثلا میخوام باهات یک رابطه جدی و طولانی مدت داشته باشم و اون رو قشنگ القا میکنه به اون دختر از طریق‌های مختلف که اون دختر رو میتونه خام خودش بکنه و میتونه بیاره وارد اون بازی بکنه که اون دختر هر چه زودتر مثلا بهش باور داشته باشه و بهش اوکی بده. ولی بعضی از پسرها اصلا اینو بلد نیستن. اتفاقا پسرایی که خیلی بچه خوبن اینو بلد نیستن، اتفاقا خیلی بیشتر شاید مثلا خیلی آرومترن، بلد نیستن مثلا یه سری تریکا رو، یه سری مخزنی‌ها رو. به خاطر همینم توی این قضیه به اندازه پسرای لاشی موفق عمل نمی‌کنن. ولی اگه پسر به اون دختر اون حس خاص بودن و به این که من یه چیزی فرای اون جای تو فکر میکنم و برام فقط در کنار با تو بودن برای من کافیه و برای من اهمیت داره، این رو معمولا خیلی از پسرها نمیتونن بدن. ولی خب منطقیه، یعنی یکی از چیزایی که هست، خب اون پسر مثلا مادرش هست، خواهرش هستن، دوستاش هستن، محل کارش با یه سری آدم رابطه داره و اونها رو، اون مسائلی که مثلا دخترها همش میگن که خب من مثلا چیزی فرای رابطه جنسی هستم، اون فرای رابطه جنسی رو معمولا تو آدمایی که الان باهاش معاشرت داره میگیره و وقتی یه پسر میره دیت و میره مثلا وارد رابطه میخواد بشه، چیزی که متمایز میکنه اون رابطه رو با رابطش با افراد دیگه فقط همین قضیه تخت خوابه، فقط همین قضیه کردنه که این رو متمایز میکنه. پس از یه طرف نباید مثلا پسر رو تحقیر کرد، یعنی اگه همچین چیزی رو خواست، حالا نه اینکه مثلا طرف این هدفش فقط اینه و دنبال اینه که شلوارش بکشه پایین و خودش رو خالی کنه، نه. ولی وقتی که مثلا یک پسر واقعا از اون کسی که میخواد پارتنرش باشه دوست بشه باهاش و باهاش بره جلو، این که میخواد ازش رابطه جنسی بگیره یک چیز کاملا منطقی، اصلا لزوم یک رابطه خوب اون قضیه تخت خوابشونه و اینکه اون قضیه چجوری پیش میره و چجوری جلو میره. اصلا اگه جز این باشه بعضی وقتا مثلا باید به مردونگی تستوسترون اون مرد اصلا شک کرد، اینکه مثلا
این داره قابلیت کردن داره، میتونه بکنه، اصلا تواناییشو داره، یه مشکلی نداشته باشه. ولی موضوعی که هست بعضی از دخترها هم انقدر روی این قضیه فکر میکنن ولی خودشون توی دیت که میرن اصلا هیچی برای ارائه ندارن، یعنی جز اونجاشون هیچی برای ارائه ندارن جز زیبا بودنشون، جز اینجور مسائل ظاهری و مسائلی که همش مثلا از این دخترایی که همش تو سالن زیبایی هستن، همش تو آرایشگاه هستن، همش دنبال مثلا اینجور چیزا هستن، دنبال مثلا پسربازی هستن. اگه وقتی مثلا میرن دیت مثلا حرفی ندارن مثلا بزنن با اون پسر، معمولا اگه مثلا خودشون رو نساخته باشن، روی ذهن خودشون کار نکرده باشن، روی اینکه مثلا در مورد چی صحبت کنیم، یک سری محتواهای جذاب نداشته باشن، اگه برن دیت و اینا، اونا هم یا ساکت میشینن، یعنی فقط یک از مثلا عروسک هستن که میاد اونجا مثلا ساکت آروم فقط داره زیبایی خودش رو ارائه میده، بعد مثلا میناله که خب چرا من فقط منو برای اونجا میخواد، من چیزی جز اینم. خب وقتی رفتی دیت مگه جز اینو نشون دادی؟ نه مثلا حرفی برای گفتن داشتی، نه مثلا خیلی مهربون، مثلا اگه نباشه فانی نباشه، باهوش نباشه، در مورد موضوع خاصی اظهار نظر نتونه بکنه، موضوعات خاصی که مثلا برای اون پسر جذاب باشه و نتونه که اون رابطه رو عمیق تر از این بکنه که من یک دختر جذاب و زیبا و همین کافیه. اون پسر باید ولی فراتر از اینا به من فکر کنه، من فقط این نیستم، در صورتی که چیزی که ساخته فقط همون بوده، نه تحصیلات خاصی، نه مثلا مطالعه خاصی، نه حتی فان بودن و با مزه بودن خاصی. یه سری دخترها فقط ادان میان میشینه مثلا تو ادا، تو قیافه فکر میکنه الان دیگه چون زیباست و جذابه و خفنه، مثلا اون پسر دیگه باید براش له له بزنه، برای بودن با اون مثلا همه کار بکنه و از خودش بزنه، نمیدونم الان چون فقط زیبا و خفنه و همه پسرها چششون دنبال این دختره، این دیگه مثلا هر پسری فقط باید مثلا با این ازدواج کنه، رابطه طولانی مدت بخواد. در صورتی که اون پسر اگه بخواین که دخترای عزیز اگه بخواین اون رابطه رو واقعا از یک رابطه فقط صرفا جنسی و صرفا اینکه یک اسباب بازی باشین برای پسر که باهاتون بازی کنه، یک عروسک زیبا باشین، واقعا باید یاد بگیرین که اون رابطه رو عمیق‌تر بکنین توی زمینه‌های مختلف. دوستای ترکم دیده بودم که وقتی میرن دیت مثلا خیلی هم ازدواجی بودن، دختر ازدواجی و مستقل و اینطوری، وقتی میرفتن توی دیت خیلی دخترای بیزنس وومنی هم بودن، یعنی خودشون تو بیزنس بودن و بیزنس میکردن. وقتی میرفتن توی دیت میومدن حرفای بیزنسی میزدن، اصلا رابطه رو میآوردن مثلا با بیزنسمن‌ها هم دیت میکردن و میومدن اصلا رابطه رو از این که یک رابطه مثلا فقط جنسی باشه، چون صحبت‌ها رو عمیق‌تر میکردن، میبردن به سمت یک بیزنس و توی اون بیزنس اگه شکل میگرفت، اولا که مثلا باعث میشد که هم صحبت مثلا معاشرت داشته باشن در طول روز، بخوان در مورد اون بیزنس، در مورد اون کار مشترک بخوان حرف بزنن و همین که این باعث میشد که شناخت بیشتری نسبت به هم پیدا کنن و همین که حالا توی اون قضیه مثلا اون پسره دیگه فقط اون دختره رو اون سوراخه نمیدید، اون دختره رو خیلی آدم خفنی میدید و میگم خیلی هم ازدواجی بودن و به خاطر همین مثلا میگفتن خب این مادر بچه منه، یا مثلا حالا مادر بچه‌م نه، این کسی که من میخوام زندگیمو باهاش بسازم و با هم یک زندگی رو پیش ببریم، پا به پای منم قراره کار کنه، پا به پای منم قراره این زندگی رو بیاره جلو. آدم مفتخوری نیست که فقط بیاد مثلا از امکانات من بخواد سوء استفاده کنه و فقط دنبال این باشه که من براش مثلا هزینه ها رو بدم، کردیت کارت منو بگیره، مثلا بره خرج کنه و اینا. در صورتی که این کارام میکردن، یعنی مثلا اگه رابطه ادامه پیدا میکرد و مثلا رابطه میرفت جلوتر، اون مرد خودش این چیزا رو به اون زن ارائه میده، ولی خب مثلا شروعش، حالا مثلا در ادامه هم اون کار بیزنس ها رو با هم انجام میدادن و اینا، ولی شروعش میومدن با پسرا توی این وادی ها و توی این مسائل هم صحبت میکردن که لول خودشون رو بیارن بالا و اون پسر هم چیزی به جز سوراخ ببینه. اینم یکی از تریکایی بود که من دخترای ترک یاد گرفته بودم و خیلی به نظر من تریک جذابی بود. حتی مثلا اگه اون رابطه مثلا بعد از یک مدت که به یک شناختی میرسیدن، یعنی چون که رابطه عمیق‌تر میشد، به یک شناختی میرسیدن که برای همدیگه ساخته نشدن و
رابطه جنسی و رابطه عاطفی شکل نمیگرفت، اون دوستیه شکل میگرفت، یک دوستی شکل میگرفت. شاید تو اون دوستیه اون آدم مثلا دوستاشو می آورد، میدید که مثلا با یکی از دوستاش ممکنه که مثلا اون رابطه، اون باند و پیوند عاطفی شکل بگیره و دیگه مثلا چون با هم هیچ کاری نکرده بودن، یعنی مثلا رابطه جنسی نشده بود و با هم نخوابیده بودن، از لحاظ اخلاقی هم مشکلی به وجود نمی اومد که بگه آره مثلا بین همه دوستای ما چرخیده. یه اتفاقی که میفته بعضی از دخترها وقتی همون اوایلش مثلا با یکی میخوابن، بعد مثلا تو اون اکیپه میبینی مثلا یه دختر با چند تا مثلا پسر خوابیده، زیر خواب خیلی مثلا پسرا شده تو اون اکیپه، از وجهش مثلا چون نمیدونسته انتخابش چیه و نمیدونسته که مثلا چی میخواد، با چند نفر مثلا اوکی میشه. ولی توی این مثلا رابطه ها وقتی اینجوری میره جلوتر، وقتی شناخت ها بیشتر میشه و بهتر میشه، دیگه مثلا به اون مرحله نمیرسه که بدون اینکه آدم ها از هم شناختی داشته باشن و همدیگر رو بشناسن، اهداف همدیگر رو بدونن، بیاد به اون مرحله تخت خواب برسه. من مثلا خودم توی دیت کردن با پسرای ترک، یه سالی که دیت میکردم، به این نتیجه رسیده بودم که من اصلا نمیتونم با یه کسی که زبانم مشترک نیست، حالا حداقل مثلا حتی زبان انگلیسی هم اگه بود برای من بهتر بود، ولی مثلا به زبان ترکی نمیتونم، اون قدر مهارت ندارم که نشون بدم هوش خودم رو و اطلاعات خودم رو، اطلاعات عمومی خودم رو، حتی اطلاعات تخصصی خودم رو در زمینه سیاست، در زمینه‌های اجتماعی، در زمینه‌های غیره، اونقدر چون که روی زبان تسلط ندارم نمیتونم هم وارد بحث، مثلا حالا شاید میشنیدم من مثلا میفهمیدم ولی نمیتونستم اونها رو به چالش بکشم. اگه هم مثلا به چالش میکشیدم باز یه جای کم می آوردم، نمیتونستم اونقدر مانور بدم و نمیتونستم خود 100% خودم رو، جز این که من یک دختر زیبای ایرانی هستم، نمیتونستم این رو بهشون نشون بدم. این باعث میشد که من احساس میکردم نمیتونم اون رابطه عمیقی که میخوام رو، اون رابطه‌ای که اون آدما، چون مثلا آدمایی هم که باهاشون میگشتم، خیلی نکته مهمیه که وقتی شما با آدمایی که میگردین که لولشون هی بالاتر و بالاتر باشه، شما اون چیزی که میارین، میگن what you bring on the table، چیزی که میارین روی میز هی باید بالاتر و بالاتر بره. یعنی اون پسری که خودش باهوشه، تو دیگه هی باید مثلا خیلی باهوش باشی که اونو تحت تاثیر قرار بدی. اون پسری که خودش تحصیل کرده است، مثلا پزشکه، نمیدونم یه مثلا کاره یا تو دولت یه چیزه، مثلا تو وقتی با اون حرف میزنی خیلی باید در حوزه سیاست قوی صحبت کنی که بتونی مثلا با اون رقابت کنی و اون واقعا فکر کنه که مثلا به حرفای تو فکر کنه و به فکر فرو بره و اون مکالمه قشنگ جلو بره. اگه مثلا بیای حرف خام بزنی، اینجوری باشه، مثلا میگن یه دختر مثلا حالا خیلی از پسرام البته خوششون میاد، خیلی از پسرا دوست دارن اون دختری که باهاشون خیلی مثلا باهوش نباشه، خیلی تو این قضیه ها اصلا بلد نباشه، هر چقدر احمق تر باشه یه دختر براشون جذابتر. از چه لحاظ؟ چون که میتونن با اون دختر بیشتر بازی کنن، میتونن کنترل بیشتری روی اون دختر داشته باشن. یه سری مردا که خیلی ثروتمند و قدرتمندن، اتفاقا میرن دنبال دخترای 20 ساله‌ای که خیلی مغزشون و ذهنشون شکل نگرفته و دوست دارن که خودشون اون مغز و اون تفکرات رو شکل بدن و دست بگیرن اون قدرت رو توی این قضیه. ولی خب یه سری پسرا هم نه، دوست دارن که مثلا اون دختری که کنارشونه، اون دخترم قوی باشه، تو بحث‌های مختلف حرف برای گفتن داشته باشه، هوشمند و هوشیار باشه توی این قضیه ها. و وقتی که اگه یک دختر واقعا بخواد توی اون لول ها، یعنی لول های بالای جامعه بخواد که بیاد و حرفی برای گفتن داشته باشه و پارتنر این مدلی پیدا کنه، واقعا باید در حوزه‌های مختلف اطلاعات عمومیشو حداقل ببره بالا، که وقتی یک موضوعی میاد روی بحث، وقتی میری دیت، تو نشون بدی که فقط چیزی فرای اون زیباییت هستی که خدا بهت داده و یه چیزی که خانوادت بهت دادن، یا اینکه رفتی عمل کردی و اونو ساختی. چون الان اصلا یه جوری شده که میگن مثلا تو زشت نیستی، فقط پول نداری. مثلا خیلی ها که زشت بودن اصلا یه سری عملا کردن، یه جوری مثلا متحول شدن از خیلی دخترایی که همینطور ساده خوشگلن خوشگل‌تر
میتونن بشن. برای اینکه نشون بدی که من فارغ از بدنم هستم که حالا روش کار میکنم، ورزش میکنم، دایت میگیرم، رژیم میگیرم، واقعا باید در طول مدت یه سری دخترها بیان به اون خودشناسیه برسن، جایگاه خودشون رو پیدا کنن، حرف نظر خودشون رو پیدا کنن، بتونن که توی اون دیتا به اون پسر نشون بدن که من خیلی بالاتر از این قضیه هستم و من رو اون سوراخه نبین. و اینه که اون دختر رو متمایز میکنه و شاید این به این پسر این سیگنال رو بده که این دختر برای رابطه جدی بلند مدت ساخته شده. بعضی وقتا حالا مثلا ممکنه فرای این اطلاعات عمومی و صحبت در مورد مسائل مختلف یکی بامزه بودن، یعنی بتونی طرف مقابلت رو بخندونی، مهربون باشی، یه سری حسای مادرانه، یه سری حسایی که اون پسر بفهمه که مثلا تو یک روحیه خیلی حمایت کننده، یک روحیه که مثلا مراقبت کننده، یه سری حسا رو واقعا باید اون دخترها بسازن که واقعا فرای اون سوراخه بشن. و اگه این ساخته نشه باید به اون پسر حق داد که همه فکر رو، همه عقلش وقتی تو رو میبینه توی اونجا باشه. حالا جدا از مسئله دیتینگ و دیت کردن که مثلا حالا مراحل اولیه آشنایی که خیلی دخترها مثلا وقتی که یه پسر مثلا بهشون میگه که سریع بهشون پیشنهاد رابطه جنسی میده و عقب میزنن و پس میزنن و باهاش بد برخورد میکنن که یه جورایی حق دارن. ولی من بهتون بگم که اگه یه پسر واقعا شما رو دوست داشته باشه، واقعا از شما خوشش بیاد، من مثلا تو دوستام دیدم کسایی که حتی شب اول مثلا با اون پسر خوابیدن، هیچ ناز و نوزی هم نبوده، هیچ مثلا این قضیه هم نبوده که دختره بخواد گروکشی بکنه از لحاظ جنسی و هی بخواد اون پسره رو محک بزنه، ولی رابطه مثلا تا ازدواج هم پیش رفته، رابطه تا اینکه مثلا چندین سال رابطه فابریک هم پیش رفته. یعنی اینطوری نیست که بگیم هر پسری که مثلا بار اول باش خوابیدی یا هر پسری که بار اول ازت تقاضای رابطه جنسی کرد مثلا اون پسر کنسل، اون پسر فقط میخواد یه وان نایت داشته باشه. خیلی از پسرها هستن که واقعا دنبال اون وان نایت هم و خیلی از پسرها هستن که وقتی یک لقمه راحت براشون به دست بیاد خیلی راحت هم از دستش میدن و فکر میکنن که اون دختره خیلی دختر راحتی بوده، همه میتونن انقدر راحت گولش بزنن. ولی یک پسر وقتی یک دخترم خیلی دوست داشته باشه، از مثلا حالا ویژگی‌های ظاهریش همون لحظه اول انقدر باهوش باشه که بتونه تشخیص بده که اون دختر مثلا اخلاقش چه جوریه و مثلا حالا تو ادامه هم خب مثلا اون رابطه رو دختر تونسته مثلا مدیریت کنه و اینا، ممکنه اون رابطه جدی هم بشه. اینجوری نیست که بگیم هر کس مثلا رابطش از اول مثلا رفت تو تخت خواب این رابطه خرابه، یا اگه مثلا اون پسر خواست که از اولش مثلا شب اول شب دوم مثلا خواست، اون فقط پسر دنبال وان نایت، این قانون خاصی نداره. ولی خب حالا مثلا ممکنه میگم اون دختر اگه اوایل پسر بهش پیشنهاد بده دیگه اصلا کلا اون پسر براش کنسل بشه و اصلا بهش هیچ فکری نکنه، چون اصلا فکر کنه که این پسرم هیچ استانداردی نداره، دنبال یه پایان خوش و دنبال بازگشت سرمایه‌ش و دنبال یه سوراخ گرمه و دنبال چیز دیگه ای نیست. و ممکنه به خاطر اینکه باهاش جور خاصی رفتار نشده، به اون دختر حس خاصی داده نشده، اون پسر رو بذاره کنار. ولی حالا اگه از مثلا این قضیه دیتینگ و اینا بیایم کنار، حتی بعضیا هستن که تو خود رابطه، یعنی یک رابطه شکل داده شده با طرف، مثلا خوابیدی مثلا دوست دختر دوست پسرین و اینا، بعضی دخترها مثلا وقتی میبینن که اون پسر همش تمایل داره که مثلا رابطه جنسی داشته باشه، بعضی هم کمر که نیست ماشاءالله، مثلا همش میخواد که مثلا رابطه داشته باشه، مثلا میگن که بابا چه خبره تو من مثلا فقط برای تخت خواب میخوای، منو برای این کارا میخوای. و شاید مثلا یه سری دخترها اینم مثلا پس بزنن که این اتفاقا خیلی مثلا اون پسر اگه خودش رو پیش تو خالی نکنه پس بره کجا خالی کنه؟ اگه مثلا با تو نباشه، اگه با تو این رابطه رو نداشته باشه پس کجا باید اینو درخواست کنه؟ بره تو خیابون مثلا اینو بخواد؟ بره مثلا کجا اینو پیدا کنه؟ و اینم یه نکته‌ایه که بعضی از دخترها فکر میکنن که نه، اگه مثلا حالا وارد رابطه دوست دختر دوست پسری هستن، اگه اون پسر هی درخواست ازشون داشته باشه، باز یه جوری انگار اون دختر رو آورده پایین، باز ارزش‌های دختر
پسر رو آورده پایین و بازم پس میزنن، بهش میگن که وای مگه مثلا من فقط اونم، مگه من فقط مثلا تو اونجام تعریف شدم، تو مثلا منو فقط برای اون میخواد و یه حس منفی میدن به پسر. ولی اگه مثلا واقعا به فکر کنین که اون پسر اتفاقا چیزی که شما میتونید به دوست پسرتون ارائه بدین همونه. میشنوم از دوستام و اینا که میان مثلا با پسر دوستم هستن، باز هی ناز دارن، باز مثلا حاضر نیستن که مثلا هر روز اون باشه، هی میخوان ناز کنن، 4 تا چیز از اون میبینن، نازشون رو زیادتر میکنن، تحریم میکنن پسر رو، فکر میکنن که اگه مثلا هی تعداد این که مثلا باش خوابیدن مثلا کمتر باشه پرچمشون رفته بالا. من اصلا با این پسر نمیخوابیدم، فوقش مثلا 1-2 بار خوابیدم. خب حالا که چی، مثلا مورد داشتیم پسر اینو نکرده رفته یکی دیگر رو کرده، از اونم حامله شده، آخر رفته مثلا همونم گرفته. یعنی ندادن اون دختر باعث بردش نشده، باعث شده که این پسر بره یک جای دیگه نیازهاش رو بخواد خالی کنه و باعث شده که اصلا مسیر رابطه به هم خورده. یا مثلا یه سری دوستام هستن تا مثلا یه هدیه‌ای نگیرن یا طلایی نگیرن، تو ترکا هم خیلی این مدلیه، تا یه سری مثلا این کارا رو نکنن، باجا رو نگیرن نمیدن. خب اصلا یه حالت رابطه مبادله، حتی مثلا طرف زنه مثلا شوهرش، نمیگم مثلا دوست دختر، مثلا میگن دختر زنای ترک اگه شب 5 مثلا شب، حالا میگم شب 5 شب جمعه ما، یعنی شب مثلا جمعه اونا که فرداش میشه شنبه، اگه مثلا طلایی ملایی کادویی یه چیزی نگیرن نمیدن به شوهراشون، میگم برو دیگه نخریدی امشب هم خبری نیست، از واسه خبری در کار نیست. اینم از موضوع امروزمون که در مورد این بود که آیا پسرها فقط فکرشون عقل و فکرشون اونجاست یا که چی. نظری اگه دارین، فکری اگه میکنین در مورد این موضوع کامنت بذارین، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. میبوسمتون، مواظب خودتون باشین. بای بای.